بیش از 10 ماه است که در این مسجد مرکزی شهر دوشنبه و دیگر مساجد تاجیکستان بسته هستند. احتمال می رود تا 2 هفته دیگر برای گذاشتن نماز در مسجدها اجازه داده شود. یک منبع نزدیک به مقامات کمیته دین تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که قرار است روز 1 فوریه در این مسجدها در تاجیکستان باز شده دوباره به نمازگزاری اجازه داده شود. منبع باوربخش رادیوی آزادی روز 20 ینور گفت کمیته دین به ستاد مقابله با کرونا ویروس پیشنهاد کرده است که برای گشودن در این مسجدها از روز 1 فوریه اجازه دهد. به قول منبع قرار ستاد امروز یا فردا 21 ینور صادر خواهد شد. خبرگزاری ازیا پلوس نیز از قبل منابعش نوشته است روز 1 فوریه در این مسجدها باز می شوند. در همین حال افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تاجیکستان روز 20 ینور در فیسبوک تصدیق کرد که برای باز کردن در این مسجدها به ستاد مقابله با کووید 19 پیشنهاد فرستادند. وزارت تندرستی از اول امسال پی هم درباره ثبت نشدن گرفتاران بیماری همه‌گیر در تاجیکستان خبر می‌دهد، هرچند شبهه ها به آمار رسمی باقی است. آخر ماه سپتامبر سال گذشته مسئولین وزارت تندرستی گفته بودند با هدف پیشگیری از پهن‌شوی بیماری همه‌گیر در میان نسل کلان سال نمی‌توانند به فعالیت مسجدها اجازه دهند. آنها از مردم خواستند تا زمان معتدل شدن وضع عبادت‌های خود را در خانه انجام بدهند. در تاجیکستان رسما 4000 مسجد ثبت نام شدند. مسجدهای تاجیکستان بار اول ماه مارس سال 2020 برای 2 هفته و بعداً از 18 اپریل سال گذشته تا این جانب بسته هستند. در پی مسجدها مکتب و دانشگاه و بازارها هم بسته شدند، ولی بعداً مرحله به مرحله محدودیت‌های جاری شده برای مکتب و بازارها برداشته شد.